سلام دوستان، خوش اومدید به قسمت دوم ماینکرافت سروایوال جاوا روی موبایل. همونطور که تو قسمت قبلی گذشت ما یه ویلج پیدا کردیم، یه کمی غارتش کردیم و آیرن گولمش رو کشتیم و در نهایت شب دوم بازی رو توش سپری کردیم و برای اولین بار تو این سری خوابیدیم. میخوایم توی این قسمت بریم دنبال یه مکان مناسب برای ساختن خونمون بگردیم. پس با همراه باشید. Let's go to the video. خب اولش باید یکم بریم وسایل بیشتری پیدا کنیم. این همون ویلیجی که تو پورت قبلی پیدا کرده بودیم. خب ببینیم تو این خونه چی بود. استون کاتر اینو داشتیم، نمیخوایمش. بریم این بری این خونه هم لودش کرده بودیم. این خونه خودم که ویلیجر چی میگه اینجا. برو بمشه بابا، چیزا بدل بخوری ندارم. 4 تا چرم میده، دونه امرالد. اینو میخوام، یه دونه امرالد داشته باشیم. ادوانسمنت داد برد بخوره. گوشتمونم پخت برشون داریم. میخوره وسایل مرتب بکنیم. بزنیم بذاریم اینجا. خب اینورنتوری من مرتب کردم. بریم توی روستا چی داشت. اینجا چند تا هیبل داره، اینا رو بزنیم ببینیم بیشتر دیگه چی داره. خب حالا این هیبل رو هم جمع کردیم. ببینیم توی خونه چی داره. خود بیشتر بگردم این روستا رو. اگه وسیله به در بخوره بود دیگه آدم نره اینا رو برشون دارم. بریم سمت خونه خودمون. چی میگی تو باشه با اینجا نون آذوقه غذا درست کنیم دیگه. یه مدت از غذا بی نیاز بشیم. این گوشتمون هم پخت. برداریم اینا رو بریم به دنبال مکانی مناسب برای ساختن خونمون. چسبم بزنیم و سه وسایلمون. خیلی خوب، اینا دیگه لازم نیست. خودمونم برداریم. قناعت ما. خدا حافظ. از این روستا بریم ببینیم کجا میتونیم یه خونه درست هم بسازیم. برمیگردیم. خب بعد از یک گشتگذار طولانی اینجا رو پیدا کردم. حالا خیلی جای خوبیه ولی فکر نکنم دارم بخواد اینجا خونه بسازم. ببینیم چی میشه. یکم هم گوشت لازم داریم برای غذامون. بازم نمیخوام کلا غذا کم بیارم. بریم اینا رو بزنیم برگردیم. خب این از این آخری و زدیش. سریع تخت رو بذاریم بخوابیم. بریم برای فردا. شب بخیر. ای زامبی بزن. بیشتر نشدم بخوابیم. واقعا یک دو دقیقه قصد داشتم میچرخیدم برای پیدا کردن جای خونه. حالا اینجا احساس میکنم واقعا اینجا جای خوبی باشه. یه خورده باید اینجا یک دستش کنم. این گرس ها رو بکندم. تختم از این وسایل اصلی رو بذارم. جامو اینجا ثابت بکنم و زمینش هم هموار بکنم برای ساختن خونم. اسم کردم بذاریم. رفت اونجا. زغالش هم بذاریم توش. گوشتمون هم پختشن و بریم تجهیزاتون رو درست کنیم. زمین رو هموار کنیم برگردیم. خب آقا اینجا بیشتر خاکاش رو هموار کردیم. این شوگر که اینا رو هم بزنیم و شنا رو هم بکنیم. به جاش درست بذاریم تا کل زمین یک دست بشه دیگه. اینجوری فضای زمینش هم قشنگ در میاد. حالا اجباری هم نیست ولی به نظرم خیلی چیز قشنگ تری در میاد که اگه بخوایم این کارو بکنیم و واقعا هم بخوام این کار انجام بدم. خب
میخورم، وسایلمون رو مرتب میکنیم. درت هم بذارم اینجا رو هموار بکنیم، برمیگردیم. مثل سال از داده جا افتاده باسن رو نمی کنم باسم. خب این قدم صاف شد. این محوطه هم دوباره باید صافش بکنیم. باید بریم دوباره درت جمع کنیم و هیچی ندارم، بیلا درست بکنیم، بریم درت رو جمع بکنیم و اون یه دیگه هم صاف بکنیم. خب کل محوطه الان صاف شد دیگه، آماده ساخت و ساز خونمونه. ولی ایده‌ای برای ساخت خونه ندارم، چی بسازم. برای میخوریم منابع جمع کردیم برای ساختن خونه درختی، خونه که تقریبا شبیه خونه درختی بشه. لاگامونو باید به اندازه 2x2 این شکل ببریم بالا، ستونی بشه. یکی کافی حالا فعلا بسازیم حالا تا بعدا درستش بکنیم. مثل وان بلاک شد اینجور دور بلاک اولیه خونه می ساختیم. برگاه این شکلی میذاریم که شبیه درخت بشه. طوری این وسط که باز گذاشتم برای اینه که از نردبون میتونیم بیایم بالا. آخ دمج شدیم، دقیقا بر همین باز گذاشته بودم. باید بریم نردبون بسازیم. چوب استیک، یه خورده چوب نیاز داریم برای این کار. خب هم از این استیکار این شکلی بذاریم، نردبون میشه. خب حالا نردبون از همین سمت میذاریم، میریم خب حالا میریم دوباره برگمونو بچینیم، بذاریم که یه خونه در بیاد ازش. حالا بتونیم فعلا بهش متکی باشیم، بتونیم به عنوان خونه روش حساب باز کنیم. خب شکل نهایی تقریبا شبه نهایی خونمون هم شکلی شد. اون برایش زن دیوار کشیدیم و حالا خب وسایلمون رو برداریم از اینجا. طرفدار برای اون در وسطش میخوایم اینجا. اینجا میخوایم به عنوان در خونه ازش استفاده میشه. اوکی. این سمتی قرارش بدیم بهتر میشه. خیلی خوب، وقتش که وسایل از پایین جمع کنیم بریمشون بالا بذاریم. از گرافین تیبل فرنیسمون رو برداریم. توی چستمون وسیله زیاده، نمیتونیم همشو توی یک ضرب ببریم. وسایل رو ببریم. این ریسپن پوینت اون هم ست شد. این دابل چستون اینجا، همه وسایل رو بذاریم داخل. هیچ وسیله ای رو خود اصلا نگه نمیدارم که راحت تر بتونم همه وسایل داخل چست رو بیارم بر خودم.
اینم از این چست. وسایل نهایی هم بذاریم توش و تمام شد. ساخته خونه اولیه‌مون مبارک. بالاخره خونه داریم تو ما این که یه طبقا وسایل همیشگیمون هم همیناست، میذاریم اینجا. مبارکم باشه. مرسی دوستان تا اینجا ویدیو نگاه کردید. حتما منتظر پارت بعدی باشید. ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.